چطور از مارگزیدگی جون سالم به در ببریم؟ به هیچ وجه سعی نکنید با مکیدن سم مار رو از خون بیرون بکشید. برای بیرون کشیدن سم جای زخم رو با چاقو نبرید. الکل یا کافئین ننوشید. هیچ دارویی بدون تجویز پزشک مصرف نکنید. از شریان بند برای بستن بالای زخم استفاده نکنید. بعد از مارگزیدگی نباید تحرک داشته باشید. تحرک باعث پخش سریعتر سم در بدن میشه. اما چه کارهایی برای کمک به فرد مارگزیده میتونیم انجام بدیم؟ اندام گزیده شده رو پایین‌تر از سطح قلب نگه داریم. حلقه ساعت و جواهرات رو از عضو آسیب دیده خارج کنیم تا در صورت بروز تورم باعث آسیب دیدگی نشن. حفظ آرامش فرد میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون استرس زیاد باعث افزایش ضربان قلب و پخش شدن سریعتر سم در بدن میشه. سعی کنید شکل و ظاهر مار رو به خاطر بسپارید، چون شناسایی نوع مار میتونه کمک بزرگی به درمان مارگزیدگی باشه. در سریعترین زمان ممکن فرد مارگزیده رو به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید. ایران بعد از مکزیک رتبه دوم بیشترین مارگزیدگی رو در کل دنیا داره. این پست رو برای بقیه بفرست. شاید دیدن این پست بتونه جون فردی رو نجات بده.